آقای هاشمیان به برنامه ما خوش آمدید. منم سلام دارم خدمت شما. خب در ترکیه نظر جامعه کشور در رابطه به سقوط دادن هواپیمای روسی چگونه است؟ مردم و مطبوعات راجع به این حادثه چی میگویند؟ ببینید، من فکر میکنم که یک اتفاق نظر هست در ترکیه بر سر اینکه بایستی از مرزهای خودشون دفاع کنن و از مردم خودشون و منافع ملی دفاع کنن. نه فقط در حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه چینگرایشی وجود داره. امروز ما دیدیم حزب در واقع ناسیونالیست یا حرکت ملی ترکیه هم در این زمینه نظر داده، ضمن اینکه ترکیه در واقع به حدود خودش رو نگه داشته، چندین بار اخطار کرده بود به هواپیماهای روسی و جالب این که هواپیماهای روسی یا جنگنده‌های روسی دو تا بودن. یکیش اخطار رو جدی گرفته بود و از مرز ترکیه دور شده بود، اما دومی آمده وارد خاک ترکیه شده و به این سرنوشت دچار شده. بنابراین الان خیلی اینجا از این موضوع حمایت میکنن و من دیدم که در شوخی هایی که مردم در خیابان مطرح میکردن میگفتن که باد F-16 ترکیه سخوی روسیه رو ساقط کرد. و آقای هاشمیان، ولی دیدیم که تنش بین روسیه و ترکیه از اوج گرفته. آیا سرنگون کردن هواپیمای روسی از طرف نیروهای ترکیه تا چه حد میتواند رابطه های دو کشور را از این هم بدتر کند؟ ببین، رابطه دو کشور متقابله. یعنی اگر فرض کنید روسیه میخواد اقدامات اقتصادی بر ضد ترکیه انجام بده، خودش ضرر میکنه. میدونین که بعد از تحریم هایی که از اروپا بر ضد روسیه صورت گرفت، این ترکیه بود که به داد روسیه رسید و به کالاهای ترکی، به تبادل تجاری با ترکیه شدیداً نیاز داره. بنابراین اگر روسیه میخواد اقدامات اقتصادی تنبیهی انجام بده، در واقع داره خودش رو تنبیه میکنه. مسئله دوم این که از لحاظ نظامی فراتر از اون چه که روسیه تا حالا انجام داده، من فکر نمی کنم کاری رو انجام بده. منتها مهمترین مسئله ای که الان بین دو طرف بر سرش درگیری هست، اون منطقه امنی که ترکیه میخواد در آینده در شمال سوریه برقرار کنه. الان تمام تحرکات روسی و همینطور پشت سر اون ایران و بشار اسد سر اینه که این منطقه امن پروازی در شمال سوریه صورت نگیره. حمله ای که جت های روسی، سخوهای روسی انجام دادن در واقع در این چارچوبه، در واقع میخواستن این وضعیت رو بشکنن و الان اون 300 که روسیه میخواد تو منطقه مستقر کنه دقیقاً بر ضد همین منطقه امن پروازیه. ولی با توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده، ترکیه مصممه که این منطقه امن پروازی رو در شمال سوریه انجام بده. و از بس که این حادثه بنابر مناقشه در سوریه صورت گرفت، آیا امکان دارد که جامعه بین الملل برای هر چیز زودتر پایان دادن به این جنگ خونین در سوریه تلاش بیشتر کند؟ دقیقاً، چون که این همونطور که شما اشاره میکنید ممکنه خیلی چیزها از کنترل خارج بشه. بنابراین ممکنه به یک رویاروی بین المللی خیلی گسترده به شکل یک جنگ جهانی سوم صورت بگیره. بنابراین همه اعلان خطر کردن و بایستی هر کدام هزینه ها رو بپردازن. روسیه نبایستی برای حفاظت از یک رژیم خونین که 300,000 نفر از مردم خودش رو کشته، 12 میلیون سوری رو در بدر کرده، تا این حد دفاع کنه. باید اجازه بده به مردم سوریه که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و نبایستی این همه هزینه بر دوش جامعه بین المللی تحمیل بشه. بنابراین بایستی یک راه حل سیاسی برای سوریه در نظر گرفته بشه. تشکر. حسن هاشمیان، کارشناس سیاسی از ترکیه، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر زیاد به شما.